خونه رو. سلام علیکم. چیکار شده بابا؟ همینو کار نمیکنه، هر کار میکنه نمیکنه. بابا بی عجب بدلویه. رازتی میاری کنیم بابا جون. میگم پول بریم که قراره کرده برم با خود خورختم بستنم، کشم بستنم، مسکتی هم بستنم، قراره کرده شیرینی عید هم بستنی، کنی عید بیام و بابا خیاطا نمیگیرم همه دیر ببوری. اولو که این دوره بفهمیدی؟ با مثلا 2 کیلو 3 کیلو میوه ما بیشتر کنم، من به خوش فلوغ هم باشم، من 2 کیلو 3 کیلو میوه فکرم میستانی. بابا سفره به 2 کیلو 3 کیلو میشه. چی؟ هم سفره عید خودم به نازه به 2 کیلو 3 کیلو میشه. من سفره عید ما چیکار کنم؟ آخه بعد بابا ما خود سرسیار داری، قرمخیش داری، ما که اثر بوتی خواهشش کنی. بابا جو ما در قدیم 1 کیلو کشته بود، 1 کیلو بادون بود، 1 کیلو هم کشمیش یا 1 کیلو خرما. بسم الله الله اکبر. بابا جو سفره مفرگه که من ندارم. قدیم بود، حالی ما همه انانات قدیمه، همه انانات قدیمه. میفهمی یا نه؟ خوری پاپول رختکش به من بدی که ما برم بسترم که بودم خیاطا که در من اگه بگیرم داغی مگر ویرخ بومم. ما پول بدون رخ بستنی بخواه. ما پول ملک ندارم. چلی بابا؟ ندارم، پول کجا بیارم؟ چی دورم؟ بابا خیاطا نمیگیره دامه چه گیرونه اماری بسترم ازم بیتر دگه چیزی به این نمونده 20 و 15 دیگه بید. ما اولا کجا بود پول بیارم خودم؟ خود تو میبینی که وضع اقتصادی اون پایین نداره، گفتم اکثر میگی پول بده. این تحبو شده بابا که شما میگه ندارم. من ندارم هم بیشتر. ما عرق تو فرصا خانو برخو میکنم فرض مثال بود. تو از خیلی بیتری با. من کار ندارم بابا، من پول مایم، من به شما. برو از در جمعه خود پول ملک من ندارم. که ما پول داشته باشم. گپ و مفت نزدیم چه خود بچه فرد. بابا جو خواهد به من که پول بری کمبون و رختکایشی به خود خوبست رو اشته نداری. میگم ندارم مگر میگم ندارم. لا یه پول بابا شما بیارنی به من پول ندیم حکی من برم بسترم برم به خود رختکایش بسترم. مرده قبرستان به خوب است تو. بابا گردانم من نگه. بس وقتی گپ بکن خوخی؟ بابا من میرم هم میشه که گپ بکن که مگر بدیم بابا. برو وقتی. بابا این که نمیشه دیگه. اون 1000 در سر دارم. داریم دیگه بدیم. من با همسایه خسای کنی با دستمایی خسای کنم. من کار ندارم. برو. بابا. من سر دارم در سر به در بیشون پیدامش یکدم بیان میوی هیچ بستو یکدم سفره چکار که یکدم فلان که یکدم بیمدان کو. یکدم بمیره به پول بده که ما رو رخ بستنم. تو خیلی از نمیتری. در با شما میگم بری کار کنی و خود رخ بستن نمیکنی. عید آمد گل آمد یار آمد خوش آمد دوستان مبارک عید شما مبارک عید شما مبارک عید آمد گل آمد یار آمد خوش آمد دوستان مبارک عید شما مبارک کجیر ری کردم و پیش بیار خوب کجیرم برفتک و پیش بیار من که بگه بابا جو به من پول بده بازو که بستونه باز من میرم اگه هر دونه فرما به یک دفعه بریم بابا با ما پول میده من ولد شما رو به خیر خوشی بگیره که سالم هم 12 چه کاره کجی؟ چه گریه میکنی؟ بابا پول ندادم. چی گفتن؟ گفتم یک ریپیه پول ندارم.
نگفتی که رخ ماییم سفره اید ماییم چی ماییم؟ بگفتم همه میدار بگفتم تا یک دیگه ندارم میرم دوکی شیرینی عدیمی با میخرم دمدمایی میرم میخرم کرده کیاره؟ از می چی نمیگفتی که اگه دونه فری بگیم نمیده؟ نه گفتم خود خویکه گفتم نه چی گفتن؟ گفتم پیل بری برون رخ بستنم و کم شو از قدی ندادم تا یک دیگه ندارم من چیکار کنیم؟ نرم من نمیگو یک پلانی بسید همینه به سرای بیا باید قراری کرده به سرا ما با تو میگم چیکار کنیم؟ یک فکر همین فکر جانانه کرد با این جیبون بابا میشه بشتم بفهمه که ما با تو مایی چیکار کنیم بریم سرا بریم سرا با تو میگم بریم بیا اینجا بشینی بیا اینجا بشینی همین اینجا خوبه بفرمایید عمل کنین که تیبار از سرا بخزیم بریم سرا مال میگم گیلک جو برارمه برفتم بدیدی پیش بابا بری و بگفتم که پول بده شیرینی عید بستونی سفری عیدی روز عید بنازی رخ بستونیم کش بستونیم و کد بستونیم گفتم من ندارم نیم بدم وخی دوم به خیریت شدی برو برای کار خود مر به در کرد میگم آدمی گوسفندایی که ما نداریم میفهمی پیارم چی میگن؟ چی میگن؟ پیارم به فکر همون 550 سال پیشه میرم برای نخود کرک بخرم میرم به پیارم به تعم دستمال که هم پوست خود پاک میکنم رو خود میشیشتن میرفتم به تعم مثلا نخود میستونم کشمش میستونم که هر چی من کشمشار میخوردم سر سفره به سرمو چیز تعم پشباق بویا یه ایوان زیگو بگه پاما او تو که میکنه مرد سبکه قفشه فهمیدی؟ نمیده پول پیار مگردن اول باشه میته آدم سختی که اصلا میه از نون سرش او نمیخوره راست میگه کسیکو از این گوسفندایی که ما نداریم از ایمونا خودی تو قراره کرده یکی میبریم میفروشیم میریم رخ میستونیم من بستونم تو بستو کش بستونیم اسکت بستونیم امروته میریم به بازار شیرینی عید لوکسی هم میستونیم که سفره عید امروته لاکی هم بنازیم امسا به عید گوسپندار ببریم همه لوکه بفروشیم هم یکی میبریم میفروشیم پس هم یکی 13-14 هزار قیمته پس اگه برداریم از این ضعیفا برمیداریم از این ارزون ترا؟ خوبه از این ارزون ترا برمیداریم از ایمونا خوبه خود زد بابا بفهمه که گوسپنده بابا بفهمید میگیم بابا با دمی که از سر کوچه از سر میادین که بچرونه یا شغل خودی یا گم شده یا ای بری برفته ردی میرد میکنیم میریم به رکار خود ای گفت پولا را کجا آوردی که میگه پولا را کجا آوردی میاد خیلی میگیم یا خالی خو یا از امی خو یا ماما خو قصد کردی خلاص پلاس گفتم با بیاری دیگه هر تر راست میگی کانال به کی بفروشیم 100 تا خریدارم همیشه و می قصابا بدیم سر خود میشکنم آلی بفهمیدی من یک قصاب درک دارم میشناسی؟ نه رمضان قصاب به چی نیرامد دوتری بفهمیدم بریم سیه بریم خیلی بخیری شکر یاس با شما نه؟ نمیگیره؟ نمیخوره تو پیش بیا نکو میگیره بیشتر است بیا شیر مادر دیگه وقتی سوارم میشی ها؟ دیگه کوله سوریه میگم بولار تو کجایه؟ چره؟ خاطر کار دارم خصوصی
باغچه. باغچه؟ آه. برای من که با من نشونده. کار داشتی؟ خصوصیه. بگو برای من خصوصی چی دارن دیگه؟ برار من بیگونه کنیه. نمیشه من قلب خودی نمید. این بیعقلیه دیگه. اگه بیعقلی نباشه کار خصوصی رو تو میگم. من بیعقلی هم. نه من. چی فرق میکنه؟ اما هم برار منه دیگه. ما بریم. برار تو بابا میگی یا نه کار خوبیه. بریم. کجا بریم؟ ما باغچه بریم. چگونیه؟ بریم. آما ستین لالا شکر کجا بودی؟ بیا بیا. همین گیلک نمیفهم که چی میگه. شتنه بچه ما خلیفه. دکتر خیریته. توی اشتنی کجی؟ چرا هست خیلی؟ اینجا خیریته. گیلک میگه ما برار تو کار دارم این چی کار داری بگو نه. همین تپاقم وردود بگم یک کش که دیگه ما خودی برار تو ما این گفتم خصوصی. چی میگی لا؟ چی میگی؟ کار خصوصیه همه وردود پاقم یک کش که دیگه آی ما برار تو میگم خب من برار از آدم با ما بگم میگه نه با برار تو میگم بگو. حتما با ما کار داره دیگه. چیزه من خصوصی کار دارم شما. بگو. بگو. ما یک بره داریم فروشی. خب بره فروشی انا ما اون میدیم به شما به شرطی که پیار ما نفهمه. انا ما گفتم خصوصی به شما بگم پیار ما نفهمه کسی نفهمه امور پیار ما با ما پول نمیده میگه صدای بدید نیکیه. انا فروشی که شما نه؟ نه اینا از آسمان خداه. انا ما گفتم که انا چیز کنیم شما. ما گفتم امور بخریم از ما انا خاطر ما روز عید رخت عید ما هم ندارم هم نداره. انا سفری دم ما نداریم پیار میکنه میده. ما گفتم پیار من میکاره که میکنه چیزی با ما نمیده انا میکاره ما هم بکنیم. درسته کجی؟ خب پیار تو اگه با خبر شد چه کار میشه؟ خصوصیه دیگه ما با شما بگم. یار ایت نیه ایت تا 100 سال دیگه که اگه تو به کورس سوادآموزی هم بری عقل کمال یاد نمیگیری. چه البته اونجا عقل کمال یاد میدم. آ صادق خدا خب ما گفتی خصوصی خانه به جلو رو همین گپ بگفتی تو. نه ما از تو یک بده تو میر. یه تو اگه عقل کمال داشته باشی صبر کن تو بده. چه کاری؟ من نمیزنم. تو نمیزنم صبر کن. یعنی میگه می کسایی که میرن به کورس درس میخونن یا به خصوصی یا به چیز عقل کمال یاد میگیرن. اشته نمیگیرم. تو 15 سال میتر رد برد برو. خب ده 15 سال اگه چیزی شدی اشته نمیشه. اگر شدی اسم من بگرد. امال ما یک چیز شده. من فال روا کردم. تو بیا تو عقل کمال نداری میگی با برار تو خصوصی کار دارم. خب امال به جلو رو همین گپ بگفتی دیگه. ساده خوش باور عباس. خب ما که بفهمیدم. مایم گیلک جو سبا روز با پیار تو نگه که چنین نمیگه که بابا بوده بچه ساده بوده. من میگم بابا شغال خور بنداخته حتما به خونی گوا گوسپند ورداشته ببرده یا به خونی مرغا انداخته خور مرغ به چام نشده مرغ دیده کلون گوسپند چلافته. خوسته ده گور با مگاری بیاری دام قصبی بیاری دیگه حالا خب من اینجا گیلکری میکنم تاباخچه گیلک. اینا که رای کنی که برای قیمت میفهمه کوی برار شما کته یا کوی کار میکنه خود ما قصبی هستی میفهمه به قیمت یا میفهمم. شما نمیره؟ من دیگه اینجا کار میکنم نه گیلک نمیشه. بله برو گپ همون جیرا خودت میره. عباس برو سکو که ایشتو گوسپنده بفهمیدی وزن اینا همه چیزی خودت میفهمی قیمت بگو برای اگه جور اومدن بخر اگه نماده رخصت کو که بره. عباس بیا تو میگم گوسپنده هرچی قیمت بالاتر بود 200,000 روپیه کمتر بود اگه 10,000 11,000 قیمت بود 6-7,000 بیکو اینا نمیفهمم. بفهمیدی اینا یک چیز دیگه بیا از که پیش بیار خوب بجوندم و قصی از هم نیان که به نخل اصلیو بدم. کوی عقل کمال نداره اما ما همون چی میگم میگم میرفت تو خود دیگه. برو ازم گل دوم ببری و پول بده برو رخصت کن.
برارا و تو پیار تو همه میته سختم. نه مثل پیار تو سخت نیا. ما همه میتونه کنه که در همه من باشه. بگو یک سواله. پیار تو خیلی سخته. چرا تنه؟ من نمیفهم پیار من میتونه. اگه پیار تو سختی هم هست اگه یک بچه عدل نداره. چرا گوسفند خود میفروشی؟ گوسفند پیار منه، مال پیار منه، عمر خود من به می لینگ دست زحمت کشیدم. همین مال پیار تو که هست مثل که بیگونه پیار تو. شما مثل که مال مادر شما از زمینه و گوا و گوسفند مادر شما نه. بالاخره کار ندارم پیار تو یک سختی هم که هست یک بچه هم نداره که عقل کمال داشته باشه. چیکار کنم؟ برو. کجا برم؟ بریم گوسفندار نگاه کنیم. برو با برای خود زنگ ده بگو تو می بیا نمی برو. با من جفنگ کار دارم من میفهم. با من جفنگ نگو اگه میری میخری یا نمیخری. خب نمیگم دیگه بعد بریم بیا. برو. عباس. بله. بچه خاله همه 6 نیم شد. نه دیگه نه. ها؟ نه. شیشیم با بالا نمیار، 6 با بالا نمیار زی گوسفند. بابا میار زمینا به خیالم پیار من میگو دونی 10,000 9,000. نه 6,000 تو میدم دیگه. بودم نگفتی با برار من کجیر میگل با اینا 6,000 گفتم. یکی دو نه که اگه نمیگه بگی من. 200 بالا. نه 6 تا روپیه بالا نمیدم. یک دیگه قبول داری؟ 6,000. برای ما. این گوسفند اول خودش من خیلی مختیه. نمیره چی؟ چکی. برا. چی بایی؟ چه کاره؟ با کجایی بره؟ خود تو بیا یک دقیقه بده. چطور برنیه؟ بیا که سکن چی میگی تو؟ بابا گردنم بند رنیه بابا. این گوسفند تو دیشه نبودی به سرا؟ بابا مونا دیشه و سرا بیادم ببردم به سرا. آلی کردم ببرو آلی نیه برای. این کجا شده؟ من چون بابا همی سرا سیخپال کردم بمردم 1 ساعت می پالم اصلا خیبه ولله شده. بچه همین گوسفند پیش تو بمونده به صحرا چرا دیگر نمونده که بیاوردی به صحرا؟ بابا عمر من بیاوردم عمر بزدم به صحرا حالی به صحرا صبح که من بینا رو بیری کنم نیه بابا بمونده پیش تو بمونده به صحرا. به کدی صحرا بردی بودی؟ به من زمینه پشت بیلا